ششمین بخش از هر مقاله‌ای بحث و نتیجه گیری هست که توی این قسمت ما میایم راجع به یافته‌های مقالمون بحث میکنیم، یعنی راجع به چرایی یافته‌ها تفسیر و تبیین ارائه میکنیم. این قسمت رو میتونیم در قالب چند تا مرحله مجزا بنویسیم. توی مرحله اول که میشه پاراگراف اول بخش بحث و نتیجه گیری، ما یک بار دیگه هدف پژوهشمون و نتایج اصلی پژوهشمون رو ذکر میکنیم، یعنی توی یک جمله هدف پژوهشمون رو ذکر میکنیم و بعدش به نتایج اصلی مطالعه‌مون اشاره میکنیم. وقتی میگم نتایج اصلی، دیگه توی این قسمت ما به هیچ وجه نتایج رو به صورت آماری ارائه نمیکنیم. مثلا توی قسمت یافته ها ما اومدیم توضیح دادیم که نتایج این مطالعه نشان دهنده همبستگی معنادار بین مشکلات تنظیم هیجان با شدت افسردگی در دانشجویان بوده است. اما توی این قسمت ما دیگه از کلمه همبستگی استفاده نمی کنیم، نتایجمون رو به زبان غیر آماری میاریم. مثلا میگیم که نتایج این مطالعه نشون دهنده افزایش افسردگی با افزایش مشکلات تنظیم هیجان در دانشجویان بود. پس توی این مرحله اول بخش بحث و نتیجه گیری ما هدف پژوهش رو مجدد ذکر میکنیم و نتایج اصلی رو به زبان غیر آماری ارائه میکنیم. بعد از اون میریم توی پاراگراف های مجزا دونه دونه یافته‌هامون رو تفسیر میکنیم. دقت کنید روی کلمه پاراگراف های مجزا تأکید میکنم. یعنی اگر شما مثلا 2 تا یافته دارید، باید توی این قسمت توی این مرحله 2 تا پاراگراف مجزا داشته باشید. مثلا موضوع شما اثر درمان شناختی رفتاری بر کاهش شدت افسردگی و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان بوده. شما اینجا 2 تا یافته دارید، یکی اثر درمان رو کاهش افسردگی و یکی اثر درمان رو بهبود کیفیت زندگی. پس توی این مرحله 2 تا پاراگراف مجزا باید داشته باشید و توی هر پاراگراف راجع به یکی از این یافته‌ها تفسیر ارائه کنید. پس توی این قسمت ما به هیچ وجه 2 تا یافته رو توی یک پاراگراف راجبشون صحبت نمی کنیم یا یک یافته رو توی 2 تا پاراگراف راجبش صحبت نمی کنیم. حالا وقتی میخوایم یافته رو تفسیر کنیم، اول از همه توضیح میدیم که اون یافته با نتایج چه مطالعاتی که قبلا انجام شده همسو هست. مثلا میگیم از حیث تاثیر درمان بر کاهش شدت افسردگی بیماران مبتلا به سرطان، نتایج این مطالعه با مطالعه 1، 2، 3 و 4 همسو بود که نشان داده اند در حد 1-2 خط نتایج مطالعات قبلی رو اینجا جمع بندی میکنیم و بعد از اون شروع میکنیم به تفسیر کردن، یعنی توضیح میدیم چرا این یافته به دست اومده. حالا وقتی میخوایم یافته رو تفسیر کنیم، میتونیم بر اساس نظریه‌هایی که قبلا انجام شده و وجود داره یا پژوهش‌هایی که قبلا کار شده راجع به اونها بیایم صحبت کنیم و بر اساس اونها یافته‌هامون رو تفسیر بکنیم. مثلا شما یک پژوهشی انجام دادید، 2 گروه از افراد رو با هم مقایسه کردید، یک گروه افراد مصرف کننده مواد و یک گروه افراد غیر مصرف کننده و این 2 گروه رو مقایسه کردید توی کارکردهای شناختی. وقتی نتایج مطالعاتون نشون داده آدم‌هایی که مصرف کننده مواد بودن در مقایسه با اونهایی که مصرف کننده مواد نبودن کارکردهای شناختی ضعیف‌تری داشتن. حالا ما می‌خوایم اینجا توی قسمت بحث و نتیجه گیری بیایم این یافته رو تفسیر کنیم. خب توی مرحله اول هدف و نتایج اصلی پژوهشمون رو ذکر کردیم. حالا میایم توی مرحله دوم می‌خوایم توی این پاراگراف این یافته رو تفسیر کنیم. میگیم از حیث در واقع مشکلات شناختی در افراد مصرف کننده مواد، نتایج این مطالعه با مطالعه 1، 2، 3 و 4 همسو بود که نشان دادن 1-2 خط نتایج مطالعات قبلی رو جمع بندی میکنیم و بعدش تفسیر ارائه میکنیم. چطوری؟ مثلا میرم پژوهش قبلی رو بررسی میکنم، میبینم یک سری مطالعه تصویربرداری مغزی انجام شده که نشون دادن مصرف مواد باعث کاهش حجم ماده خاکستری مغز توی نواحی پیشانی مغز میشه و این ناحیه دقیقاً اون ناحیه‌ایه که توی کارکردهای شناختی مغز نقش داره. پس ما به این صورت یافتمون رو تفسیر میکنیم، میگیم مطالعاتی وجود داره که نشون میده مصرف مواد باعث کاهش حجم مغز توی ناحیه پیشانی میشه و از اونجایی که این منطقه مغز توی کارکردهای شناختی نقش بسزایی داره، برای همین توی این پژوهش افراد مصرف کننده مواد در مقایسه با افراد غیر مصرف کننده کارکردهای شناختی ضعیف‌تری داشتن. به این صورت ما اومدیم یافتمون رو بر اساس یک سری پژوهشی که قبلا انجام شده تفسیر کردیم. همین کار رو میتونید بر اساس نظریه‌های قبلی هم انجام بدید و با استناد به نظریه‌های قبلی یافته‌هاتون رو تفسیر کنید.
بعد از اینکه دونه دونه توی پاراگراف‌های مجزا یافته‌هامون رو تفسیر کردیم، بعد از اون میریم سراغ پاراگراف نتیجه گیری و توی اون قسمت میاد توضیح میدیم که این یافته‌هایی که ما به دست آوردیم دقیقاً چه کاربرد یا چه اهمیتی دارن. یعنی همون نتیجه گیری چکیده که چهارمین بخش از چکیده هر مقاله بود رو اینجا میام به صورت مفصل‌تر در حد یک پاراگراف راجبش توضیح میدیم. راجب کارکرد یافته هامون، راجب اهمیت یافته هامون صحبت میکنیم. مثلا همین پژوهشی که الان توضیح دادم و شما نشون دادید آدم‌های مصرف کننده مواد در مقایسه با آدم‌های غیر مصرف کننده کارکردهای شناختی ضعیف‌تری دارن، کاربرد نتایجتون میتونه این باشه که توی درمان افراد مصرف کننده مواد ما نیاز است از یک سری روش‌های بازدوانی شناختی استفاده کنیم و روی نقایص شناختی این بیماران کار بکنیم تا اینجوری مشکلات شناختی اونها کمتر باشه. یعنی صرفا توی درمان افراد مصرف کننده مواد تمرکزمون روی قطع مصرف مواد یا کاهش مصرف مواد اونها نباشه. حواسمون باشه که این افراد مشکلات شناختی متعددی هم دارن و ما باید در کنار درمان اعتیادشون روی بهبود مشکلات شناختیشون هم کار بکنیم. این میشه کاربرد نتایج ما. بعد از نتیجه گیری آخرین بخش است. قسمت بحث و نتیجه گیری مقاله محدودیت ها و پیشنهادات هست که توی یک پاراگراف مجزا شما میاد دونه دونه محدودیت های پژوهشتون رو ذکر میکنید. محدودیت ها اون چیزهایی است که ممکنه تامین پذیری نتایج شما رو تحت تاثیر قرار داده باشه. مثلا شما یک پژوهشی میخواستید انجام بدید روی افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد و مشخصا افرادی که اعتیاد تزریقی داشتن. شما توی پژوهشتون زنان مصرف کننده مواد که اعتیاد تزریقی داشتن حاضر به شرکت توی پژوهش نشدن و شما مجبور شدید کل نمونه‌تون رو از بین افرادی انتخاب کنید که در واقع مصرف کننده مواد بودن و مرد بودن. اینجا تو این قسمت میاد مشخصا ذکر میکنید که نمونه پژوهش حاضر شامل مردان مصرف کننده مواد بود و نتایج این مطالعه قابل تعمیم به زنان نیست. اینجا پس میایم دونه دونه محدودیت‌های پژوهشمون رو ذکر میکنیم و بعد از ذکر محدودیت‌های پژوهش پیشنهادات پژوهش رو داریم که توی این قسمت هم میایم پیشنهاداتی که برای پژوهش‌های آتی داریم رو ذکر میکنیم که اگر مطالعات آینده خواستن ایده‌ای در اون زمینه بگیرن بر اساس قسمت پیشنهادات پژوهشی ما بتونن اون ایده رو داشته باشن. مثلا من پژوهشی انجام دادم، دو گروه از افراد رو مقایسه کردم، افراد مصرف کننده مواد و افراد غیر مصرف کننده. تأثیر مصرف مواد رو روی کارکردهای شناختی بررسی کردم. حالا میتونم پیشنهادی که برای مطالعات آینده دارم به این صورت باشه که بگم مطالعات آینده بیان و تأثیر نوع ماده مصرفی رو روی کارکردهای شناختی بررسی کنن. یعنی مطالعات بعدی بیان مثلا اثر مصرف تریاک، مصرف کانابیس و مصرف شیشه، 3 تا گروه از افراد مصرف کننده مواد بیان مقایسهشون کنن از حیث کارکردهای شناختی و ببینن کدوم ماده مصرفی است که تأثیر بیشتری روی مشکلات شناختی میذاره. پس به این صورت ما میایم اینجا پیشنهادات پژوهشی مشخصی که برای مطالعات آینده داریم رو ذکر میکنیم. اینم میشه قسمت محدودیت‌ها و پیشنهادات پژوهش و نکاتی که شما باید رعایت بکنید توی 6مین بخش از مقاله.